وقتی که از پدر وصیت دارد به ما ابراز می‌دارد لیکن گریان میکند. پدر گفت که با شما نان و نمک خوردم، مردمی حصار سری دسترخوان ششتم، مردمی حصار مردمی جمهوری تاجیکستان بگم میارزد، برای که جمهوری تاجیکستان را دوست می‌داشت، گرامی می‌داشت. خاره باردین بخشیده ما باور شو ما حقوق بخشیدن هم نداره، ما نداریم. وای ما راضی بروم، وای ما راضی بروم. ما یگان حق از او بر ما باقی نمانده است. زکریا جان یگان حق باقی نمانده است. ما نتانستیم رفیقان را درون جان نگاه داریم که آنها پربهاتر از جهانند. ما نگاه داشتش نتونستیم، ما خدمت کردن نتونستیم. یک قرآن دیگه بچه های خانهشان شمسدین مهمانم بخوانم سلام بکنم.